کوهنورد و ماجراجوی فرانسوی آلن روبر که با فتح مناره‌ها بدون تجهیزات محافظتی و احتیاطی مشهور است و برای این گونه کارهایش لقب آدم عنکبوت به او نصیب شده است و بینای 34 طبقه برسلونا برآمد. روبرت به مناره 142 متری گلوریس برآمد که قبلا با نام مناره اکبر مشهور بود. با گفته این مرد عملش رمزی است و یک نوع مبارزه با ضد خوف است که کل جهان را بنابر خروج کرونا ویروس فرا گرفته است. وضعیت وابسته به خروج کرونا ویروس بسیار متشنج است و آدمان کم کم از عقل بیگانه شده و به تهلکه افتادند. در اصل خود ترس بیشتر سرایت شونده است تا آنه که خود همان بیماری. آلن روبر به این مناره برآمد و بعداً با همین اصول پایان آمد، چون در آشانه نهایی بنا راه برای درآمد به داخل وجود نداشته است. در پایان او را طبیبان و کارمندان پلیس منتظر بودند. حبس شدن پس از این گونه فتح‌های خطربار برای آدم عنکبوت یک عمل معمولی است.